ما نمی همه کسل کرونا ویروس توی اسلاسکا اوبسکار داریم. با می کسل گرفتاریم. اینم جا واردگی دشت پرفتگی همونا. بیش از 50 دانشجوی تاجیک در ولایت یاروسلاوی روسیه گرفتاری کرونا ویروس شدند. آنها در خوابگاه در شهر ریبینسک نگهداری می شوند. در سندهایی که به ما فرستادند دیده می شود که 8 ایون ویروس در بدن آنها آشکار شده است. دانشجویان میگویند شرایط نگهداریشان بد است. برای کمک به نمایندگی تاجیکستان مراجعت کردند ولی کمک نگرفتند. قبشا که قبول نمیکنن. همه قریب 60 کس کرونا ویروس است. در سفارت تاجیکستان گفتند که از وضع دانشجویان آگاهند. مقامات سفارت با تکیه به حرف پزشکان گفتند که احوال دانشجویان خوب است و کسی در حالت وزنین قرار ندارد. خداوند نگهبانتون باشه.